سلام، من مینا و این اولین ویدیوی کانال هوای تازه است. راستش خیلی وقت بود که دلم میخواست یه جایی باشه که راحت حرف بزنیم درباره خودمون، حال و احوال درونیمون و اینکه چجوری میشه یه کمی حالمون رو خوب کنیم و زندگی بهتری داشته باشیم. دوستای خوبم، من یه دوره ای از زندگیم واقعا از خودم خسته شده بودم، از تنهاییام، از اینکه کارامو به تعویق مینداختم و این پشت سر هم انداختن و این کارهایی که توی مغزم تلمبار شده بود باعث میشد استرس زیادی داشته باشم که یه روزی به خودم گفتم منتظر چی؟ خودت باید شروع کنی. خیلی سخت بود ولی من شروع کردم و تصمیم گرفتم که این کانال رو بزنم و تجربیاتم رو که توی این مسیر به دست آوردم با شما در میون بذارم. اینجا یعنی کانال هوای تازه، جایی هست که تو با خیال راحت میتونی حرفاتو بزنی، از دلتنگیات بگی، از تنهاییات بگی و اینکه با هم تمرین میکنیم که یاد بگیریم عادتهای خوب بسازیم، عادتهای بدمون رو بذاریم کنار، حتی با یک قدم کوچیک. میخوام بهت یادآوری کنم که هنوز وقت داری. میخوام بهت بگم که امیدوار باش، همینجور که من تونستم و اون روز شروع من بود، الان برای توه. اگه تو هم تو این شلوغی ها یه وقتی دلت گرفت و دلت هوای تازه خواست، اینجا مال توه.